سوال پایانی من اینه که البته قبل از جنبندی حضرت عالی، اونم اینه که آیا شما طالبان رو به عنوان یک واقعیت یا بخشی از راه حل از این عناوین سیاسی که وجود داره میپذیرید در آینده افغانستان، یا اینکه نه معتقد به این هستید که به صورت سخت افزاری طالب باید شکست بخوره و شکست کامل در واقع؟ ببینید، طالب حدود 30 سال است که در حال جنگ است و مسبب بسیار از بدبختی‌های افغانستان طالبان هستند بدون شک. مسبب آمدن امریکایی ها طالبان هستند، مسبب آمدن القاعده و داعش طالبان هستند، مسبب از دست رفتن فرصت‌های طلایی طالبان هستند، مسبب شهادت استاد ربانی و بسیار از شخصیت‌ها و بزرگای افغانستان اونا هستند، مسبب 8 میلیون مهاجر و از دست رفتن دهه‌ها فرصت برای تعلیم، تربیه، خدمت، بازسازی کشور طالبان هستند. در این شک نیست. اما وقتی آینده افغانستان صحبت میکنیم، شخصا باور به یک حرف دارم. من یک چند سالی را در دنیای غرب درس خواندم، دوران دانشگاه را در اونجا سپری کردم. در زبان انگلیسی یک حرف زیبایی دارن، میگن let's not be prisoner of the past, take it as a lesson not a present or sentence. میگه بیایید گذشته را به عنوان یک زندان نبینیم، بلکه یک درس ببینیم برای امروز. به هیچ عنوان وقتی که من در پنجشیرم بودم، هدف ما جنگ با طالب نبود. هدف من اینمی بود که طالب بفهمه یک فرصتی است برای بازسازی افغانستان، اما شیوه طالب شیوه بود که جنگ دوباره آغاز میکرد. فراموش نکنین آغازگر جنگ ما با طالب هست، ما نیستیم. در اینجا ما 2-3 حرف میزنیم. یک، وقتی طالبان آمدند، پیام من برشانی بود که یک فرصت طلایی به شما دست داده، شما نیاین یک حکومت یک دنده یک طرفه بی‌معنی بی برنامه را خودتان حاکم بسازین که نه خودتان حل بسازه مشکلش، نه افغانستانه. درسته. بلکه بیاین حداقل بگویید ما امنیت میگیریم، حکومت مشترک با تمام جریان افغانستان ساخته شود از یک مجرای مشروع و قابل قبول. درسته. مجرای مشروع و قابل قبول، چون انتخابات، رفراندوم، لوی جرگه و مسائل دیگه وجود داشت. طالب به شکل بسیار مشخص رد کرد. مورد دوم، ما به طالبا گفتیم که ما به هیچ چیز به خود نمیخوایم، به قوم خود نمیخوایم، به پنجشیر نمیخوایم، بلکه خواست ما به افغانستان است. به این سر مسئله افغانستان بحث بکنیم. برنامه شما چیست؟ گفتن جز تسلیمی، بیعت، ما دیگه حرفی نداریم. مورد آخر، من فکر میکنم طالبان متوجه شدن که جنگ آسان است اما حکومتداری سخت. لذا شرایط آینده افغانستانی که در نظر داریم، چه بسا باید همگی حضور داشته باشن، چه ما، چه طالبا، چه گروه ها و جریان های مختلف دیگه، که از یک مجرای قابل قبول و مشروع یک دولتی داشته باشیم که حس مالکیت ایجاد کنه. امروز آقای دکتر، یک بخش کلان جامعه افغانستان حس مالکیت به وطن خود ندارند، حس نمی کنند که در اینجا به یک ترتیب حق دارن. اما دلیل است که مهاجرت میکنن، امید را دیگه نمی بینن. چه بسا بسیارشان خطر جانی نداره، متوجهشان نیست، اما حس نمی کنن این وطن و این خانه مال من است. پس طالبا در یک پروسه قابل قبول و مشروع با حمایت و منطقه و دنیا میتونن که گذشته را فراموش بکنن، گذشته را به عنوان یک درس بگیرن و یک آینده بسازیم که به خودم افتخار بکنیم، به وطن خودم افتخار کنیم و با آینده خودم. امروز طالب چه وطنی ساخته؟ هموطن ما امروز در ترکیه در آبها کشته میشه، در کوهها کشته میشه، در هر جا تضعیف میشه، در هر جا تحقیر میشه. غرور ملی ما در هم یک ترتیب در هم شکسته، وحدت ملی از بین رفته، حاکمیت ملی زیر سوال رفته. این شد افغانستان. نخیر.
دید ما است که باید افغانستان دارای یک حکومت مشروع از مجرای مشروع، چه بسا باید طالبان هم جزء از این پروسه باشن. به مو خاطر مثل پدر خود در تمام تلاش ما، همین مقاومت ما، مبارزه ما بر این نیست که اونان به این نتیجه برسن راهی جز یک مذاکرات، راهی جز یک گفتمان، راهی جز یک مجرای مشروع برای رسیدن به یک حکومت قابل قبول به همه دیگه چیز نداره.